که تجارت الان بگم که بحثش هست، بانک تجارت چند وقت پیش آزمون گذاشته برای استخدامیش و همه بچه‌های ایثارگر، فرزندان شهید، فرهنگیان همه رو اولویت قرار داده به جز من سنا، من معمولی، من ساده، منی که با نون کارمندی ماهی 15 تا 20 میلیون تومان به اینجا رسیدم، منی که اجازه ندادم پدرم 1000 تومان بذاره تو جیب من و خودم هزینه تحصیلم رو دادم. وقتی مدعی هستیم که کشوری اسلامی آری از هر چیزی، مدینه فاضله این، کی این ادعا رو داره؟ خیلی ها. من برای شما مونولوگ هایی میارم، دیالوگ نه، مونولوگ هایی میارم که ادعا میکنن ما در مدینه فاضله زندگی میکنیم، انگار ایرانی که من زندگی میکنم اصلا تو اتفاقا تو و امثال تو نباید ول کنید برید، ما باید ول کنیم بریم. من اهل تسنن باید ول کنم برم. وقتی نتون نمایندگی مجلس جایی دارم، وقتی نمیتونم به عنوان یک زن و به علاوه به عنوان یک اهل سنت قاضی بشم، من اهل سنت باید برم. میگن کشور برابری و برادری، ولی من برادری و برابری نمیبینم.